سلام علیکم بینندگان عزیز. اینجا استراحت کنندگان آسایشگاه دکتر طاهری. من حاضر توت خوردن دست خودش آخری از سر درخت توت خام کرده لذت برده شدین. حالا بسیار جواب حرکت توت شد. من این مختار جان زردالو شیپونده زردالو بینید منه همین زردالو حاضر نفت عینی پخته. من مرحمت بیای تو من این توت سکه توت دیگه نمیشه. من برگ توت کرمک‌ها میتیم پیله میشد. برگ توت هم آدمی که کسل قند دارد میتونه چای کرده نوشید قند پس میکند. من حاضر در یک باغ معلم مولا رحیم اینجا که خانه ساخت شدن همینجا در اومدن و تکلیف کردن که بیتا یا باغ منو بینید یا دعوت که ما هم همین معلم ها بودیم آدم های پرفیض پربرکت شیم. من اثری توت فرموسین صاحب باغ همین کرد قربان فامیلی شما کسی که شناسادگی مرحمت. چند وقت شد اینجا گرفته باغ کرده گتونم 10-12 سال بود همینجا زحمت کشیدم فقط برای همین درخت‌ها آباد کردن درخت‌ها من همین این خانه همین سال سر کردیدن خانه ساختن تمامی نمیدی میوه دارم فقط یا انگورش مونده که انگورش هم شروع چند نموده درخت‌های میوه هست اینجا از توت اولوچه سیب زردالو چهارمغز تمامی نمیده شای من دیدید ما گیلوس بیمارای در کجا توان میکنیم طبیب ادبا من حاضر درس میتیم یاد میتیم من این بیدم بینید برکای بید بیماری های قند به استفاده شد. من زردالو کسی که دیگه نباشد من این زردالو باقی همین قربان رو ملالهیم بینید چقدر زردالوی ناس شما یا دعوت دکم مختار جان یا دعوت کنید اینجا الهیم دولتشون خدا عینم زیاده کند و فیض برکتیت زین نیت شما نیت شما خدا رساند الله اکبر